موضوع فدک و دروغ آقای قزوینی. همونطوری که در صحیح مسلم و دیگر کتب اهل سنت آمده، این فدک در رابطه با قضیه جنگ بنی نظیر و خیبر، این در حقیقت بدون اینکه جنگی صورت بگیرد این منطقه و باغ به حضرت نبی مکرم داده شد و حضرت همون زمان به حضرت صدیقه طاهره هبه کردن و بخشیدن و ملک شخصی حضرت زهرا سلام الله علیها بود و این بعد از اینکه آقای ابوبکر خلافت رو گرفت این رو از قبضه کردن. حاج آقا قزوینی، اولا شما دروغ میگویید. در صحیح مسلم چنین روایتی وجود ندارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم فدک را به فاطمه رضی الله عنها بخشیده بودند و آن ملک شخصی ایشان بود، بلکه حدیثی که امام مسلم رحمه الله در صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1380 شماره 1759 از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت می کند چنین است: ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت الى ابي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما افاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال ابو بكر: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمه دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ابوبکر صدیق پیام فرستادند و از ایشان میراث خیش از رسول الله صلی الله علیه و سلم را از مالهای فیء مدینه و فدک و خمس خیبر طلبکار شدند. ابوبکر رضی الله عنه در جواب ایشان فرمودند: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ما پیامبران میراث برده نمیشویم و آنچه که از ما میماند صدقه است و آل محمد صلی الله علیه و سلم از همین مال یعنی مال فی داده میشوند و سوگند به الله من چیزی از صدقه رسول الله صلی الله علیه و سلم را از حالتی که بر آن در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود تغییر نمیدهم و آن کاری را میکنم که رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را انجام میدادند. پس در کجای این روایت بخشیدن فدک به فاطمه رضی الله عنها آمده است؟ ثانیاً شما خودتان دچار تناقض و سردرگمی شده اید. گاهی میگویید فاطمه رضی الله عنها ادعای ارث کرد و گاهی میگویید ادعای مالکیت نمود و گفت پدرم آن را به من بخشیده است. ثالثاً ابوبکر صدیق رضی الله عنه این مال را برای خیش قبضه نکرد، چنانکه شما به دروغ ادعا می کنید و مدعی نشد که فدک مال اوست و از آن استفاده شخصی نکرد و محروم کردن فاطمه رضی الله عنها از میراث از روی بغض و کینه شخصی نبود، بلکه به علت شنیدن این حدیث که آن را هر یک از ابوبکر صدیق، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، زبیر ابن العوام، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، ابوالدرداء، حذیفه ابن یمان، ابو هریره رضی الله عنهم روایت نموده‌اند انجام گرفت، همچنان که بقیه ازواج مطهرات از ارث محروم شدند. رابعاً مهمتر این که چون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه متصدی خلافت شدند فدک را تقسیم نکردند و مصرفی را که داشت تغییر ندادند و آن را به ملکیت ورثه فاطمه رضی الله عنها در نیاوردند، در حالی که واجب بود در زمان قدرت مال را به صاحب مال و یا وارث او برمیگرداندند. پس معلوم شد آنچه را که این آخوندان کینه‌توز رافضی در بین مردم ترویج میدهند دروغی بیش نیست.
oh,